در استودیو جن. میبینی که مزار خالیه. امکان نداره، حتما همون زیر میراث بیشتر بکن. کجا رو بکنم؟ خالیه دیگه. گندش بزنه. راست میگفتی، این یارو نمرده. نمرده یعنی چی؟ مطمئنم دفنش کردن. ببینم زود باش. وای کار خیال کردی بازم میتونی سر منو شیره بمالی. وای کار خان نیست وارتولو، بیا بیرون. یه کاری نکن بیان اینا رم بگیرن ببرن. چطور نیست؟ باز همینجا باشه. وای کار بیا بیرون ببینم. وای کار دیدی؟ نیست. بیا بیرون. بیا بیرون. بجم دیگه. وای کار عوضی. تو دیگه کی هستی؟ اینو پارش نکن. پیداش میکنم با دسته خودم اینجا خاکش میکنم. زود باشین پرش کنین. بجنبین. بایکار خان، کسایی که منتظرشون بودین اومدن. من برم؟ تو دخالت نکن، من حلش میکنم. سلام عرض شد. بفرمایید، راحت باشین. مایکل خان، آشنایی با شما برای ما افتخار بزرگیه. اولین بار رو در رو میشیم، اما خوب میشناسیمتون. خیلی خوشحال میشیم از اینکه کنار شما باشیم. فقط یه عرضی خدمتتون داشتیم که اجازه بده میشه یه چیزی رو روشن کنین؟ دره ها چه ربطی به ما دارن؟ نجات، مکانامونو خراب کردن، ما هم ضرر رو جبران کردیم. درست. دلیلش چی بود؟ مگه کار اون عوضیا نبود؟ حالا یا مردن یا نیست شدن، چه بهتر. نبودشون باعث خوشحالی ماست. از اونور چه لزومی داره بخوایم با کوچوالیا در بیافتیم؟ هرچی باید میشد شد. بایکال خان، اگه میگی در نهایت یه چیزی عایدمون میشه و اینو تضمین میکنی، مشکلی نیست. سوء تفاهم نشه، وگرنه من کوچووالی سرم نمیشه. این چیه؟ اول بخونین، بعداً براتون توضیح میدم. خوش اومدی داداش. جانم. ساله، این چه شماره ایه؟ نکنه گرفتنت؟ نه منو نه، اما همه رو بازداشت کردم بردن. چه؟ داداش اتفاق بدی افتاده؟ اونا رو بیخیال. سنا نیست ساله. یعنی چی نیست؟ سنا نیست ساله، غیبش زده. با مامانم اینا بر نگشته. داملا داره برمیگرده انبارو بگرده. باز به یاماچ خبر بدی. یاماش تو بازداشتگاه اینو بشنوه دیوونه میشه. اولاق اگه خبر ندیم دیوونه تر میشه. من چرا باس بگم؟ اولاق تو نگی کی بگه ساله؟ نکنه من برم بگم ها؟ من برم بگم که دیگه خودم هم نمیتونم بیام بیرون. منو دیوونه نکن ساله. برو حرف بزن که هر کاری لازمه بکنیم. باشه، چرا داد میزنه؟ الو، چی شده داداش؟ جمع کن بریم مدد، جمع کن، کار پیش اومد.
سنا سنا این دیگه چه کوفتیه؟ سلام عمو ادریس، خیلی معطل شدی؟ نه پسرم، ما هم تازه رسیدیم، منتظر تو بودیم. گفتین نرین تو. کار خوبی کردین. من با چند نفر صحبت کردم، به امید خدا بدون هیچ مشکلی میاریمشون بیرون. به امید خدا پسرم. بفرمایید بریم. سلام علیکم جناب مدیر. وای خدای من، وای وای وای، کیا رو دارم میبینم خدایا؟ لولک و بولکم اومدم. اونا چیه تو دستتون؟ قربان، نون، کباب، پیاز، کلوچه، لباس. مگه همیشه همینا رو نمیارن تا جایی که یادم همینا بود؟ دیوونه ها. یه چیزی بگم، اصلا بهتون نمیاد پشت میلای بازداشتگاه، به خصوص تو یاماچ. اینا کلشون داغ، حالیشون نیست. تو چی؟ خیر سرمون تأثیر کرده. تو از 2 کیلومتری اینجا هم نباس رد چی، چه برسی که پشت میله باشی. بیا بیرون دیگه تفلک. راستی در مورد سوابق تو هم پرسجو کردم. از دست تو الان چه وقت شوخی سلیم. اومده داداشم وسایل رو بده آقایون کنترل کنه. خیلی خوب، بذارین اینجا. بذار ببینم. چطوری؟ خوب، فعلا باید تحمل کنیم. میخوام یه چیزی بهت بگم. نمیدونم درسته تو این شرایط بهت بگم یا نه. پسر بگو، نگران شدم. چی شده؟ نه چیز مهمی نشده، ما حلش میکنیم. اما اگه تو کمک کنی شاید زودتر بتونیم حلش کنیم. خیلی خوب، نمیدونم اینجا چه کمکی از دستم برمیاد. سنا چی شده؟ سناتوری شده؟ سنا نیست، یعنی غیب شده. رئیس اولو چمه رو برده یه جای امن خارج شهر. یا متوجه شدن سنا نیست. ساله بعد از این همه وقت متوجه شدن؟ خب تو اون شلوغی دیگه. خب منو از اینجا بیار بیرون. منو بیار بیرون. چی؟ منو از اینجا بیار بیرون. کافیه. درو باز کن. میخوام برم. ساکت باش. نه نمیتونم ساکت باشم. زود باش درو باز کن. آروم باش. داداش سنا نیست، میشنوی؟ سنا نیست. منو بیاریم بیرون. زود باشین درو باز کنین. خبره اینجا. منو بیاریم بیرون. بابا من باید فوراً از اینجا برم بیرون. یا فوراً. ماچ ساکت باش پسرم.
خیری میبخشین جناب کمیسر، اولین بارش دستگیر شده، قوانین بازداشتگاهو نمیدونه. شما ببخشینش. خب جناب کمیسر، دستور شما چیه قربان؟ اهالی گودال نه چیزی دیدن نه شنیدن نه میدونن. تو ماه رمضان صدای توپو میشنون یا نمیشنون؟ نظرت چیه؟ روشی که در پیش گرفتین درست نیست. ترقه بازی کار خوبی نیست. سلامتی از هر چیزی مهمتره. ها؟ زندگی دور از خطر خیلی مهمه، البته برای همه. این پسر به نظر من آدم درستی میاد، آزادش کنیم. اما اگه یه بار دیگه بیاد به این راحتی خلاص نمیشه، گفته باشم. خیلی ممنون. ممنون کمیسر. بریم. نوش جونت سرکار. آروم شدن یا نه؟ آکشین یکم بهتر شده، دخترم خوبن. میدونم برات زحمت میشه اما بهتره بریم خونمون. زحمتی نیست، اینجا جای امنیه. ممنونم. با ادریس حرف زدم، بچه ها رم آزاد کردن. بهتره که ما بریم. خیلی خوب باشه. من به بچه ها میگم ماشینا رو آماده کنن، تو هم به دخترها خبر بده. راه بیافتیم، راه طولانیه. باشه، ممنونم. الو، چیه؟ بایکال خانه دیدی؟ میخواد قسمتی از توافق که به عهده ماست انجام بشه. میخوایم بریم گودال؟ الان وقت مناسبی. زن یاماش گم شده، وقت نمیکنه بیفته دنبال. آره درسته، اما اگه مشکلی پیش اومد منو نمیشناسین. هرگز. میدونیم. بچه‌ها جمع کنیم، برمیگردیم گودال. جماری کجاست؟ آخرین بار اون دیدم. من باش حرف زدم، قراره بیاد قهوه خونه. سویچ روشه؟ آره دیدم. برای سر دختری نیومده باشه ادریس؟ نه امی، نفوس بد نزن، هر طور شده پیداش میکنه. بیا. بیا. برو دیگه، برو. راحت باش سنا. معذرت میخوام سنا جان، نمیخواستم بترسونمت، میخواستم بگم برو تو راحت باش، خیلی وقت تو راهیم، خسته شدی. گرسنه ای؟ حتما هستی. 100% یه چیزایی ما زیاد اینجا نمیایم، یعنی نمی اومدیم.
اینجا زیاد بزرگ نمیشد با بچه ها بیایم. اینه که گهگداری می اومدیم دیگه. به خاطر همینم معمولا یه چیزایی من میرم ببینم چیا داریم، چیز میکنم زود میام. گرسنه نیستم. گرسنت میشه؟ ها؟ چای میخوری؟ میخورم. پس دم میکنم. داداش تو رو خدا بگو چی شده؟ مگه با شما نبود؟ قسم میخورم با هم بودیم، با هم دیگه سوار ماشین شدیم، مجبور شدم برگردم محل. هر چی شده این وسط ها شده. خیلی خوب. آی خدای شکر که شما اینجایین. دامرا چیزی فهمیدی؟ رفتم اونجایی که جمالی ما رو برده بود، گفتم شاید اونجا باشه، شاید اونجا پنهان شده باشه، اما چی؟ اما یکی از برها اونجا تیر خورده بود. این ماسکم روی زمین پیدا کردم. وقتی شما اونجا بودین اومده بودن؟ نه خیر، ما دم در وایستاده بودیم. یه لحظه درگیری شد که توی چشم هم زدن اومدیم بیرون که احتمالاً همون موقع رفته تو. یکی هم یه لحظه صبر کنید. اگه سنا یکی از بره ها رو میدید داد نمیزد؟ یه کاری نمیکرد بقیه صداشو بشنون؟ داد نزده، صداشو در نیاورده چون معامله کرده. معامله؟ چه معامله ای؟ شاکان قول دادن، وگرنه طورم سالم نمیذاشتن. جلوش وایساده بودم، اسلحه نداشتم، میتونست بزنه. گفت قول دادم. به کی قول داده؟ یعنی سنا در قبالش. یوجل کجاست؟ تو رستوران بود، الان رو نمیدونم. بریم. اگه خبری شد بهت زنگ میزنم. منم میام. تو کجا میای؟ از اینجا به بعدشو ما حل میکنیم. با شما نمیام بابا، میخوام یکی از دوستامو پیدا کنم. تو اداره پلیس کار میکنه، میتونه از روی سیگنال موبایل بهمون کمک کنه. خیلی خب باشه، پیداش کن. یه فکری هم به حال دستت بکن. باشه بریم. بیا استراحت کن بعد برو. از بس کل روز دنبال ما بودی خسته شد. نه ادریس قهوه خونه است، میرم پیشش. شما چیزی لازم ندارین؟ همه شیشه ها شکستن. ما عادت داریم، درستش میکنم. باشه، اگه مشکلی پیش اومد زنگ بزن. باشه ممنون. دارین میان؟ آره درست وقتشه. محله خالیه. داریم میاییم. به با دستای خودم دم کردم، حرف نداره. برات کمرنگ ریختم، بگیر. نمیذارن یه چایی بخوریم. فقط تو رو کم داشتم. بگو. خوبی؟ ببین اونقدر خوبم که نمیتونم توصیف کنم. عجیب غریب خوبم. یکم فکر کن، یه آدم چقدر میتونه خوشحال باشه؟ فکر کن. فکر کردی؟ همونقدر خوبم. خوبه؟ دیدی؟ پس میشه زندگی جدید شروع کرد. چیزی لازم نداری؟ پول، جا واسه موندن. تو میخوای بدی؟ حقته. قرار نیست آواره بشی. راستش
خدا رو شکر جا واسه موندن داریم. اما پول همیشه لازمه. بگو کجایی؟ من برات میارم. دمت گرم. چرا چایی تو نمیخوری؟ حسنا دوستم بود، فردا یه سر بهمون میزنه. بیاد بره بعد میریم یه جای دیگه. کجا میریم؟ میریم هر جا تو دوست داشته باشی سنا. اینجا زیاد نمیمونیم. هرچی باشه میشناسن. امنی؟ منم میخواستم بیام پیشت. محسن کجاست؟ نمیدونم. بدون فرار کرده. زود باش فکر کن ببین کجا میتونه باشه. بخواد مخفی بشه کجا رو انتخاب میکنه؟ محسن جای خاصی نداره که بره، اما بررسیه ها یه مخفیگاه هایی دارن. همه آدرس هایی که میدونم و میدم. تو با من بیا. برادرها شما هم برین جای دیگر رو بگردین. یماچ نشد باد حرف بزنم. این که تو اون شرایط چی شد چی نشد. هر چی شده شده. الان مهم نیست اون موقع چی شده. تو رو خدا زودتر بریم سنا رو پیدا کنیم. داداش خواهش میکنم. یشیم تو دیوونه شدی؟ برای چی اومدی اینجا؟ زود باش برو بیرون. برو بیرون. خودم میام. اگه یکی بشناسدت من چی کار کنم؟ خیلی مهمه یشیم. تو باید به من کمک کنی. چی شده؟ ببین من اگه یه شماره بهت بدم میتونی بهم بگی اون یارو کجاست؟ اگه حکم دادستانی باشه معلومه که میتونم. یعنی لطفاً انقدر وقت نداریم. خودت هم میدونی که حکم ندارم. میخوای منو بندازی تو دردسر؟ لطفاً مهمه یشیم. باشه بگو. الان نمیتونم کاری بکنم. وقتی همه هستن ریسکش بالاست. سعی میکنم امشب انجامش بدم. باشه دمت خیلی گرم. ممنونم. قول نمیدم. باشه.
اینا دیگه کیه؟ ما کلا قسمت نیستیم یه نفس راحت بکشیم. بابا یه عده آدم اومدن. باز چه خبره اینجا؟ مدد تو برو تو ماشین. داداش. مدیر گفتم برو تو ماشین یعنی برو. بله جوونه چی شده؟ سلام علیکم عمو ادریس. علیکم سلام. خیر باشه. چی شده این وقت شب؟ یاماچ میدونه یه مسئله ای هست که اومدیم در موردش حرف بزنیم. پیرمرد مسئله هرچی هست بیا به من بگو، من گوش میکنم. بیا. لازم نیست. اوقات تلخی پیش نیاد. هم زبون ما خودش اومد. یاماچ چیه؟ تا اینجا اومدیم باید بشینیم با هم حرف بزنیم. حرفی برای گفتن نیست. گفته بودیم اگه لازم باشه مداخله میکنیم. یه توافقی کرده بودیم. یه بار دیگه بگو. یا شلیک کن یا گورتو گم کن. این قضیه اینجا تموم نمیشه. تموم نمیشه. بری تو پاکت ببر خونه. گم شی! اومده مداخله کنه. مطمئنا دردسر درست میشه. دردسر بزرگی درست میشه. گفته باشم درست نشه ناراحت میشم. از خدام دردسر درست بشه. تا کی باید اینجا منتظر بشین؟ تا وقتی خبر بدن. این دیگه چه کاریه؟ خب بریم ورش داریم ببریم راحت شیم دیگه. بازی تو بکن. تا این حد؟ خوش اومدی. خوش باشی. سفره رو جمع کردم. به سعادت میگم بیاد گرم کنه. نه بیرون خوردم. کثیفم به خاطر همین اومدم. من میخواستم. تو بگو. نه اول تو بگو.
من از تو عصبانی نیستم، اون روز اونجوری گفتم، اما بعدش همش تو این فکر بودم که نکنه از دستم ناراحت شده باشی. میدونم که الان اصلا وقتش نیست. چی گفتی؟ گفتم من دوستت داشتم، تو انتخابم نکردی، با حرفام سرزنشت کردم، اما قصدم این نبود. از اون شب عروسیتون هممون عوض شدیم، زخمی شدیم، سعی کردیم خوب بشیم، اما زمان آدمو عوض میکنه. چه بخوای چه نخوای عوضت میکنه، با عذاب شکنجه بهت یاد میده. چیو یاد میده؟ من اون شب خیلی عصبانی بودم از تو، از آکشین، اما میدونم که حرف گنده تر از دهنم زدم. من نمیدونستم چند لحظه بعد از حرفایی که زدم چه اتفاقی میفته. از اون شب به بعد هر روز خودمو سرزنش کردم. هر بار که به آکشین نگاه کردم یاد حرفایی افتادم که بهت زده بودم. حالا تو اومدی میگی حق داشتی، اما من نمیتونم قبول کنم. نمیتونم این کارو با آکشین بکنم. نمیتونم به تو نزدیک بشم. نمیتونم ازت دوری کنم. بهم کمک کن. من نمیخوام بازم اون دختر باشم. نمیخوام دختری باشم که برای به دست آوردن خواستهاش حاضر رو همه کس و همه چی پا بذاره. خودم نمیفهمم دارم چی میگم. اون بیرون زندگی همه زیر و رو شده، اون وقت من وایستادم اینجا چی میگم. خلاصه همین دیگه. میخواستم بدونی. البته نمیدونم این حرفا به چه دردی میخوره. فکر کردم خوابی، گفتم یواش بیام بیدار نشی. نمیمونی؟ نه، میخوام برم. میخوام لباسم عوض کنم. هنوز داریم میگردیم. خبری ازش نشده؟ هنوز نه، اما تو به این چیزا فکر نکن. خیلی خوب؟ اینجوری نگو جلاسو. من خوبم. شاید تو متوجه نیستی اما من خوبم. چرا متوجه نباشم آکشینم؟ چون چشمت منو نمیبینی. به خاطر اون. اینجوری نگو. من اینجا همیشه اینجا بودم. ببین هنوز همینه. منم مثل مامانم شدم جلاسو. بابام دیر وقت می اومد، پیرهنش رو عوض می کرد و می رفتش. مامانم اینجوری تنها. منم مثل اون شدم. ما قراره همیشه مثل دوتا دوست باشیم. آره اون بادبادکا برای این بود که فقط دوست باشیم. الو ولی ها خودم. چیکار میکنی بابا؟ خوبم قربونت، سلامت باشی. ولی کشش نمیدم، میرم سر اصل مطلب. راستش کارم پیشت گیره. ها الان گودالم. آره راستش عجله ایه، باز خیلی فوری ببینمت. میتونی بیا؟ ای من قربون قدت برم. پاشو بیا، منتظرتم. پاشو بیا، الان برات آدرس بفرستم. هیچ خبری نشد؟ نه بابا، هر جا رفتیم دست خالی برگشتیم.
یاماچ یاماچ نیست. همه چی دیگه تمام شد. غیر اینه؟ برا نیستن. گودال یه نفس راحت کشید. نه آرومی نیست، دشمن نیست. گودال آزاد شد. آفرین، تبریک میگم. من به همتون دونه بدونه تبریک میگم. موفق شدین. همتون موفق شدین. پسرم چیکار میکنی؟ تو حالت خوبه؟ خوبم بابا. ما بالاخره موفق شدیم. ببین دیگه صدای اسلحه نمیاد. میشنوی؟ صدای اسلحه نمیاد. اون نامردا هم نیستن. سنا نیست. عروست نیست. مثلا این درست همون گودالیه که ما دلمون میخواست. درسته؟ من یادم رفته بود. درسته. یاماچ هم نیست. من برم یه سر بزنم ببینم یاماچ کجا میتونه باشه. برم ببینم یاماچ هست یا نه. من باهاش حرف میزنم. پناه بر خدا. امی پاشو بریم بی خود اینجا نشینیم. بریم یه پرسجوی بکنیم ببینیم به کجا میرسیم. اگه خبری شد بگو. یاماچ دنبالم نیا سر اینجوری نکن. یه جوری رفتار نکن انگار همه بدبختی ها سر تو نازل شده. چی داری میگی تو ها؟ دیوونه بازی در نیار. چیزی نشده که خودتو ببازی. بیا اینم دیوونه بازی. این ورم بزن. باشه. چرا پسر چرا نمیخوایم بفهمیم؟ خیلی سخته بفهمیم پسر. من عزیزترین آدم زندگیمو از دست دادم. این کجاش دیوونه بازیه؟ از دست ندادی؟ نه نمیفهمی. تو نمیدونی وقتی عزیزت به خاطر تو بیفته تو خطر یعنی چی. نمیدونی یعنی چی سلیم. میدونم. حتی بدترشم میدونم. ما میخوایم بریم. ما میریم. نکن. میدونم چه حسی داره آدم وقتی عزیزشو با دستای خودش بکشه. چی میگی تو؟ فقط سر تو نیومده. تازه اتفاقی نیفتاده. شایدم نیفته. آره شاید اصلا نیفته. راستش نمیدونم. اتفاق بدی نمیفته. امیدوارم نیفته. یه جوری رفتار نکن که انگار همه چی تموم شده. الان وقتش نیست که خودتو ببازی. هنوزم یه شانس داری. ازش استفاده کن. اجازه بده کمک کنیم. اجازه بده. میفهمم. گاهی وقتا آدم دیگه توان تحمل کردن نداره. اون وقت آدم میگه ای کاش همه دنیا آتیش بگیره و بسوزه بره پی کارش. بهتر از اونی که فکرشو بکنی درکت میکنم. به خاطر همین میخوام پیشت باشم. اجازه بده یاماچ. اجازه بده. خواهش میکنم یاماچ. پیداش میکنیم پسر. پیداش میکنیم پسر.
پیداش کنیم پیداش کنیم پیداش کنیم. خسته نباشی. خسته که چه عرض کنم. اگه خبر میدادی خودم میامدم میآوردم، لازم نبود تو بیاری. اینا لباسایی که تو باید بشوری، میدونی یا نه؟ لباسای شوهرتون. لابلاش هم لباسای تو هستش. من لباسای کسی رو نمیتونم بشورم. در ضمن به بهانه کمک کردنم کشوی کسی رو نمیگردم. دوبله شده در استودیو جی. اگه امروز اومدم اینجا فقط به خاطر تو بود، اما دیگه هیچ احترام و ارزشی باقی نمون. تو هر کاری هم که بکنی اون اتفاقایی که باید بیفته میفته. عروس گم شده؟ خب قضیه رو از اول تعریف کن. اینجا خیلی دور افتاده است. تازه اگه ماشین نشته باشی اومدن به اینجا اصلا ممکن نیست. مهم نیست چقدر سختی بکشی، مهم اینه که اونقدر شجاع باشی که به هیچ وجه از راهی که توش قدم گذاشتی بر نگردی.